با سلام، امیدوارم که حال همگی عزیزان خوب باشه. من در جلسه امروز در نظر دارم راجع به اقدامات فرهنگی که در این 43 سال صورت گرفته، بهشون میگم اقدامات فرهنگی ولایت فقیهی، که ما رو به هر حال از نظر روانی تحت تاثیر قرار میده و هم به امن بوده. این مسیرش رو که نگاه میکنیم مسیر حمله به روان ماست، روان تک تک ما. اولین اتفاقی که میفته میبینیم مسئله حجاب خانم هاست. حجاب خانم ها که یا روسری یا توسری، اوائل واقعا خانم ها متوجه نبودن، داغ بودند. من دور و برای خودم خاطرم هست، داغ بودن خانم ها که بله حالا یک انقلابی شده و این انقلاب رهبرش یک معمم هست و فعلا حتی در تظاهرات هم شرکت میکردن خانم ها برای اینکه بتونن به نتیجه برسن. معتقد بودن که باید دوران تازه شروع بشه. یه روسری هم سر میکردن خانم ها و بعد متوجه شدن که نخیر، بعد از اینکه قدرت تعویض شد و شاه و ارتش و نظام ساواک و غیره رفت، ولی بازم نمیتونن راحت بدون روسری برن بیرون و تبدیل شد به همین شعار یا روسری یا توسری. و بعد یواش یواش در ادارات نمیتونستن برن، در بیمارستان نمیتونستن برن، کارمندهای دولت موظف شدن حتما رعایت کنن حجاب رو. به تدریج این مسئله حجاب خانم ها خیلی جدی شد، به شرط بعدم قانون برش ساختند و اساسا وارد فقط هم حجاب مو نبود، بدن هم باید پوشیده میشد. بعد به تدریج مسئله دست دادن و تماس هم مطرح شد، اتوبوس ها دو قسمت شد. بعد به تدریج همینجوری در خود اماکن متبرکه هم جدایی ایجاد کردن. یعنی اساسا جدا کردن خانم ها از آقایون در همه جا جاری شد در واقع. و این جاری شدن اولین میشه گفت شوک فرهنگی است به کسانی که تقریبا 150 سال تلاش کرده بودند که این اختلاف رو از بین ببرن. مخصوصا در روزهای انقلاب و بعدش خانم‌های ما حتی در ارتش و در شهربانی و نه تنها در ادارات و بیمارستان ها و آموزش مملکت، راننده تاکسی و راننده اتوبوس اصلا داشتیم به این سمت میرفتیم که اصلا این در زندگی روزمره اختلافی نباشه. به تدریج نوع پوششون رو خودشون انتخاب بکنن. این اولین مسئله روانی برای نصف مردم یک جامعه که برن به درجه 2، یعنی فقط مسئله حجاب و پوشش و ممنوعیت از اینکه قاضی بشن و رئیس جمهور بشن، فقط هم این نیست، فقط این نبود. مسئله اینجا مطرح میشه که حتی بعد ارث هم دیگه به طور رسمی 2-1 میشه. بعد هم وقتی که دیه هر زن و مرد با هم فرق میکنه، مثل که وقتی یک زن فوت میکنه یک مرد فوت میکنه، اون حادثه یه بحثه، حادثه‌ای که باعث فوت شده این که مبلغی رو که باید آسیب زننده بده باید 2 برابر به مرد بده، نصف بزن. اینها به تدریج همونطور که من دارم میگم خودم هم احساس میکنم، شما هم میشنوید، به تدریج گذاشتن خانم ها در یه قوطی و درشو بستن. اول میزیم تو قوطی و درشم محکم میبندیم. خانم ها شما در یه قوطی زندگی میکنید، درشم قشنگ میبندید. به تدریج اینکه تشویق بشید شما بهترین هنر یک زن اینه که خانه‌داریشه، فرزند آوریشه و همه اینهایی که به دور این مسئله میچرخه که طبیعتاً زن رو برمیگردونه به دوران زندگی قبیله‌ای.
و طبیعتاً خانم ها و دخترانی که به دنیا میان در شرایطی که میدونن در کشورهای دیگه میبینن اینو دیگه، هم با تلویزیون نمیشه ندید اینو، تلویزیون ها و بعد هم اینترنت، میبینن که زنان و دختران دنیا چگونه زندگی میکنن، مثل هم مرد و زن چه فرقی دارن و گذاشتن زنها در یک قوطی و درش رو محکم بستن از نظر روانی چنان تحقیر ایجاد میکنه. میخوام به اینجا برسم. تحقیر ایجاد میکنه که طبیعتاً این تحقیر هم غیر قابل تحمله، هم افسرده کننده است. هر دوش با همه. یعنی یک افسردگی ما داشتیم کل شیعیان جهان در اثر تبدیل بزرگداشت به عزاداری. اینجا برای خانم ها یک افسردگی از تحقیر میاد، از حقیر شدن میاد. تمام طلاق هایی که صورت گرفته و فرزندانی که از خانم ها گرفته شدن و وسیله مرد، در واقع زن پدر، فرزندانی که با زن پدر بزرگ شدن یا با مادر و پدر خود شوهر بزرگ شدن و جدایی این زن که گناهی نداشته از فرزندانش به دلیل اینکه شوهر خواسته جدا بشه یا اینکه شوهر معتاد شده و زن خواسته جدا بشه، این طبیعتاً یک مادر رو تا تمامی عمر دچار این جدایی و پارگی میکنه. این پارگی هم اضافه میشه به اون خفه شدن، هم خفه شو هم دوپاره شو. و بعد مسئله صیغه مطرح کردن و صیغه رو رسمی کردن، مثلا صیغه رو رسمیش میکنه. قبلا صیغه نبود یا فقط در حول و حوش معممین بود. من کاملا خاطرم هست مثلا کسی بحث صیغه رو نمی‌کرد. ما در دور و بر خودمون افراد 2 زنه یا 3 زنه داشتیم، ولی مردم نگاه خوب اونها نمی‌کردن. یه واقعیته. پشت سرشون متلک هم میگفتن بهشون، میخندیدن ازشون. ولی این تبدیل شد به تدریج، قانونمند شد. بعد صیغه قانونمند شد. این هم باز یک در واقع تو برو توی شیشه، برو توی قوطی، من در میبندم، تو نصف مرد هم هستی در مسائل حقوقی، حقم نداری بچه‌هاتو داشته باشی، اگه جدا شدی حالا یکی دیگه هم بهش اضافه میکنم. این که یه مرد میتونه 50 تا صیغه داشته باشه با 4 تا زن عقدی، ولی یه زن اصلا از خونه میای بیرون چه کار؟ واسه چی داری میای بیرون از خونه؟ همون خونه بمون خوبه وضعه. خب این عمیقاً یک زن هوشمندی که مدرسه رفته، دانشگاه رفته، خفه میکنه. اصلا در این مسئله روسری فقط روسری نیست. این مسئله روسری همه اینها با همه. افسردگی روانی و در واقع احساس پژمردگی میده به یک انسان و میبینیم که امروزه برای جبرانش همین برداشتن روسری و سوزوندنش، یعنی که من همه امتیازات یک انسان رو میخوام، من مساویم با من میخوام زندگی کنم، حق من زندگی کنم، هیچ کسی هیچ چیزی هم نمیتونه جلوی زندگی من رو بگیره. وقتی میبینیم که در کشورهای 1,500,000,000 انسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن، همشون هم که مسلمان نیستن، معتقد نیستن، همشون هم که اجرا نمیکنن، وظایفشون عمل نمیکنن، در کشورهای اسلامی به دنیا آمدن. اینها رو وقتی نگاه میکنیم من خیلی تعجب میکنم. مثلا خانم‌های کبیل ها در قومی هستند که بین مراکش و الجزایر هستن، در قسمت‌های کوهستانی زبان خودشون هم دارن، تقریبا مثل کردهای ما. کردهای ما در 5 کشور، اونها فقط در 2 کشور هستن. اینها من خانم‌هاشونی که میبینم باشون زندگی کردم، از 5 ساله تا 70 ساله اساساً لباس‌هایی که میپوشن دستاشون بیرونه، ندارن مو و سر و مینیجوب میپوشن و خیلی هم از اسلام دفاع میکنن. اصلا سنتی بحث پوشش زن رو ندارن. سنتی بحث اینکه زن بره یه گوشه و
جدا باشه از مرد سنتی ندارن، ادعای اسلام هم دارن، طبیعتا هیچ مشکلی هم ندارن، بین مرد و زن هیچ مشکلی نیست. پس این در واقع کار اول جدا کردن زنها و به تدریج اون رو بردنش تا موقعیت زن در جامعه ایران امروز که مسئله مبارزه اصلی هم سر همینه. ببینید با روان این نیمه چه کرده. حالا اینها مادران برای نسل بعدی هم همین مادران هستن، همین ها هستن که با پژمردگی خودشون در واقع نمیتونن فرزندان خیلی شاد و سرحال، چه شادی رو میتونن به فرزندانشون منتقل کنن؟ اینکه من اسیرم، اسیر که شادی نداره که بخواد به فرزندانش بده. در فرصت‌های دیگه سعی می‌کنیم که زوایای دیگری از اثرات فرهنگی در روان مردم ایران رو بشکافیم. شب و روز